بین محبت خالق و بین محبت مخلوق مقایسه میکنیم، محبت خالق برتریت داره، انسان خشوع میده و انسان به اطاعت قانون از او میکشانه. از این خاطر اگر کدام وقت تکر می بین از دو محبت، باز انسان با وجود ازی که این محبت های دیگه داره، محبت شفقت داره به اولاد خود، یا مثلا خوش داره مثلا دیگه دوستای خود، باز اگر بین اینمی کسی که مخلوقات از بین محبت ازی و بین محبت خالق تکر پیدا میشه، باز انسان موحد یکتا پرست محبت کی رو برتریت میده؟ محبت خالقه. مثلا در مثال ما شما ببینیم که ابراهیم علیه السلام امتحان میشه از نگاه محبتش، امتحان میشه. ما و شما هم در امتحان قرار داریم. ابراهیم علیه السلام در محبتش چه قسم امتحان میشه که برش امر میشه که اینمی فرزندت که تو بسیار قلبا دوست داری و اولادت است، ایره به خاطر محبت الله ایره قربانی کن. اینجا برای انسانی که محبتش با مخلوقات برتریت داره، برش بسیار مشکل پیدا میشه و سخت پیدا میشه. والا من چطور به خاطر اولاد خدا و بگیرم ببرم و با کارت و ایره در مقابل کل گیره مثلا ما بکشم. و اسماعیل علیه السلام آماده میشه که اونم کارت در گلونش گذاشته شود. اسماعیل علیه السلام وقتی که ابراهیم علیه السلام برش میگه، و میگه خلاص وقتی که امر الله هست، من تسلیم الله هستم، از جان خودم کردم. حالا یک نفر خدا بسیار دوست داره، هر کس خودش خدا بسیار زیاد دوست داره، لکن وقتی که باز محبت خالق باز میگن از محبت جان ما کرده، محبت خالق برتریت داره. از این خاطر برای خالق اگر آماده قربانی شود، برای خالق خود قربانی میده، مثل که اسماعیل علیه السلام خود دوست داشت، لکن وقتی که محبت خالق باز از خود تیر میشه، برتری میده محبت خالق و آماده میشه. پدر خود میگه که بیار کار ده گلوی مبان و خواب میشه و اونمون لحظه، ولی که الله باز او را مثلا به عوضش گوسفندی را میفرسته و ذبح نمیشه، این خب باز رحمت الله هست. لکن در اصل ابراهیم علیه السلام هم آماده میشه و اسماعیل علیه السلام هم آماده میشه.